علاج غیبت که ما میگیم یکم شاید سخت باشه، چون قرار نیست همیشه شما دکتر میرید دوای شیرین و باب میل شما بدن. بچه ها رو معمولا میگیرن به قول معروف تو استامینوفنشون تو شربتشون طعم دهنده های اضافه میکنن، طعم فلان میوه های فلان میدن بهشون. اما همین بچه هم یه وقتایی آمپولش میزنن، یه وقتایی زیر تیغ جراحی میبرن، چاره ای نیست. بنابراین اگر میخوایم علاج بشه این مرض مهلک، خب دواش سخت باشه. برای دوای تلخ باید آماده باشیم، اول اینکه تلخ باشه، ولی خب ارزششو داره. گاهی وقتا من میبینید دکتر میاد شکم طرفو پاره میکنه، چند تا بخیه میکنه، به قول معروف دل و قلبشو در میاره، آخرم میاد میگه آقای دکتر خیلی ممنون از لطف شما، دست شما درد نکنه. مگه چیکار کردی آقای دکتر؟ شکم تو پاره کرد که؟ میگه شکمو پاره کرد، به جا پاره کرد، درست پاره کرد، به موقع، برای نفع من. بنابراین حالا علاجش اینه وقتی یکی غیبت میکنه، اگر شما قدرت دارید جلوشو بگیرید، بگید جناب غیبت نکن، او از من و تو خیلی بهتره. اگر غیبت کرد فوراً جلوشو بگیرید، بگید عزیز من غیبت نکن، او از من و تو خیلی بهتره، صفات قشنگی هم داره. اگر قدرت نداره از اون جلسه بلند بشه، بیرو در ویسی، فورا از اونجا بلند بشه. پروای اینم نکنه که ممکن این طرف ناراحت بشه، اشکال نداره، بذار ناراحت بشه، ولی من با این خدا رو از خودم ناراض نکنم، به خاطر دنیا اینا آخرت خودم به باد ندارم. اگر نمیتونه مستقیما حرکت کنه و ناراضگی خودش از غیبت اظهار کنه، یک بهانه‌ای بلند میشه، گوشیم زنگ میزنه، من باید برم بیرون، من باید فلان جا برم، دیر شده، فوری به یک بهانه‌ای از اونجا بلند بشه. یا این که اگه این کارم نمیتونه بکنه، مثل من آدم تنبلی به قول معروف نمیتونه این کارو بکنه که جلوشو بگیره، نمیتونه به قول معروف بلند بشه، نمیتونه به یک بهانه‌ای از اونجا بره، یه کار دیگه بکنه، روح صحبت رو عوض کنه. مردم ما مهم براش اینه که حرف بزنن، از چی حرف بزنن خیلی مهم نیست. وقتی میبینیم شهوت کلامی، هر کی دوست داره یه چیزی بگه و یک افاده‌ای کرده باشه، فوراً بگو راستی این جریان این هواپیمای ترکیه که سقوط کرد تو شهر کوی چی شد، جریانش کیا بودن سرنشینا؟ بعد شروع میشه میره تو اون تجزیه تحلیل میکنن، جو سیاهش کجا رفت و سرنشیناش چی شد و اون تهنشیناش چی شد و راستی این قضیه به قول معروف ترامپ چی شد، اون قضیه فلان، بعد بره به یک جای دیگه. راستی این میگن ایران خودرو از این تابوتای سیار باز وارد بازار کرده، اینا چیه جریانش، چطور لیزینگ اقساطیه، به چه ترتیبیه، بنداز به یک مسیر دیگه، بذار هر کس رخ صحبت عوض کنه. این یک راه اصلاحیه مولانا فرموده. اما یک علاج، این علاج سطحیشه، مثل استامینوفنه که میخوری درد نداریم، میخوری احساس میکنی که به قول معروف یکم احساس میکنی بهتر شدی، اما درمان نشدی. اگه میخوای ریشه‌ای این قضیه رو درمان کنی که دیگه اصلا غیبت نکنی، این یک راهکار دیگه داره. اون چیه؟ از هر کی غیبت کردیم برو جلو روش بگو آقا منو عفو کنید، من غیبت شما رو کردم. با این کار اگر این کار رو مداومت کنید، پدر نفس آدم در میاد. خب دیگه نفس میگه آقا ول کن، ما اگه غیبت کنیم فوراً باز باید بریم بگیم، بس برای همون غیبت نکردن بهتره، بریم پیش طرف بگیم عذرخواه هستم، واقعاً بدی من بود، شرارت نفس من بود، یه لحظه من به قول معروف یه جای غیبت شما رو کردم، منو ببخشید. اگر 2 بار 3 بار 5 بار این کارو بکنید، دیگه نفس هوس غیبت هم نمید. این علاج کلی و علاج ریشه‌ایش. معنی غیبت چیه؟ آقا اگر
یک حرفی پشت سر یک فردی زدی که نتونستی جلوی روش اونو بگی، این میشه غیبت. فلانی نگاه کن، قطعش رو نگاه کن، ماشاءالله برج ایفل، این غیبته چون جلوش نمیتونی بگی. فلانی رو نگاه کن چقدر ریز پیزه ماشاءالله، یه بار زیر ذره‌بین ببینی این چقدره، این غیبت. فلانی رو نگاه کن، ماشین چه ماشینی زاره، نگاه کن، این غیبت. اگر حتی پشت سر طرف حرف نزدی، فقط اینطوری گری، این در غیبت داخله. پشت حرف نزدی، با ابروات اشاره کردی، حرف نزدی با انگشتش اشاره کردی. بعضی اینطوری ما پشت سر طرف بالخانه تعطیل با انگشتش، این در غیبت داخله چون جلو روش نمیتونی بگی. این یک نکته. نکته دیگه اینه که غیبت به چیزی میگن که عیبی در طرف هست و شما پشت سرش میگی، این غیبت. و عیب توش هست و شما داری پشت سر بیان میکنی، این غیبت. اگر اون عیب توش نباشه و پشت سر شما چیزی بگی، او دیگه بدتر از بده، غیبت نیست. چیه؟ تهمت. و از غیبت به مراتب سخت‌تر. ما امروز فکر میکنیم چون عیب تو طرف هست، ما اگه بگیم این دیگه اشکال شرعی و اشکال خیلی پیچیده ای نداره. چرا؟ این هم در غیبت داخله. این غیبته. اما اگه اون عیب توش نباشه و بگید، مثل این فضاهای مجازی که امروز درست شده، فوری میبینی یک پیامکی براش آمد، اصلا نه تحقیق میکنه، نه بررسی میکنه، نه فکر نمیکنه که این ممکنه به یکی تاخته باشم، آبروی یکی رو فوری کپی میکنه میفرسته، کپی میکنه میفرسته، کپی میکنه میفرسته. اذا جاءکم فاسق بنبأ، وقتی که یک فاسقی میاد پیش شما یک حرفی میزنه، فوراً برو تحقیق کن، حرف نزن. برای دروغگویی فرد همین کافیه که هر چی رو میشنوه فوراً به مردم دوتام روش میذاره، دوتام روش، کاش همونو بگه، دوتام روش میذاره، پیازداغ اضافه به مردم میگه. این فضاهای مجازی خصوصا دیگه بدتر از بد شده، بدون تحقیق فوری پخش میشه چیز. دروغ محض میبینی یک مرتبه تو جامعه انقدر رواج پیدا کرد به گوش همه رسید.